سلام خدمت دوستان عزیز، من فوجان هستم و اومدم خدمتتون تا این گیس بسیار زیبا رو بهتون آموزش بدم. برای بافت این گیس زیبا یک دانه حاشیه برای اول و آخر کار در نظر بگیرید. بقیه کار مضربی از عدد 8 هست. یک دانه رو، 6 دانه به زیر، 2 تا رو، 6 تا زیر، 2 تا رو، 6 تا زیر و دانه انتهایی شما یک دانه به رو میافته. یک رج رو به این ترتیب ببافید. رج برگشتم هر آنچه که میبینید ببافید، یعنی رو ببافید، زیر رو زیر. رج سوم به این ترتیب هستش که شما یک دانه حاشیه که هیچ، دانه روتون رو میبافید. از 6 تا دانه یک پیچ 4 تایی داریم که دو تا دانه دوم رو ابتدا میگیریم. ببینید با میل میاریم روی کار و 2 تا دانه اول رو به پشت کار، 4 تا رو روی میل میندازیم و به زیر این 4 تا رو میبافیم. ببینید 1 2 3 و 4. مجدد 2 تا دانه زیر رو هم که ساده میبافیم و 2 دانه رو تا انتهای کار رو به این شکل میبافیم. ببینید تا انتهای. مجدد من یک بار دیگه براتون میزنم. اینجا 4 تا دونه است. 2 تای دوم رو از جلو میگیرید، 2 تای اول میره پشت کار، هر 4 تا رو 1 میل قرار میگیره و بعد شما این رو به زیر میبافید. 1 2 3 4. 2 تا دانه بعدی به زیر هست، به زیر میبافید و دانه های رو هم به روی کار میبافید. رج برگشت هر آنچه میبینید میبافید، یعنی رو میبافید، زیر و زیر. برای رج 5 کار، رج 5 کار مجدد دانه اول رو میبافیم به رو. این بار 2 تا دانه اول رو ساده به زیر میبافیم و این میل رو از پشت کار، ببینید از پشت کار میبریم داخل. 2 تای دوم و 2 تای اول رو میاریم روی کار، ببینید به این شکل و 4 تا رو میل میذاریم و این 4 تا رو میبافیم. 1 2 3 و 4 و مجدد 2 تا دانه رو میبافیم. باز 2 تا دانه به زیر. یک بار دیگه هم من این کار براتون میکنم. ببینیم ما 4 تا دانه داریم. میل رو میبریم پشت کار، 2 تا دانه رو از پشت میگیریم، 2 تا دانه رو از جلو، 2 تا دانه اول رو از جلو. ببینید به این ترتیب ضرب دری میکنیم و 4 تا دانه رو میبافیم و به این شکل تا به انتها میبافیم. رج زوج هم هر آنچه میبینیم میبافیم. رج 3 4 5 و 6 تکرار میشه تا این گیس بسیار زیبا تشکیل بشه. قربون شکل ماه همتون.